افتخارش. آقا عجب صدایی. آقای ریمندی خواهش میکنم، چقدر خوشتیپه این تو رو قرآن نگاه کنی. یه جور میاد انگار پادشاه فرانسه داره میاد. افتخاری داره شماست با بنده دست میدید. من میدونم چطوری، ولی نگاه به قیافش نکنید، به خدا هنرمند به افتخارش دست بزنید. راجع به من چیزی بگی حالتو جا میدارم. گوشی دستتون خواهش خود سید جواد هاشمی مدت انگلستان زندگی میکرد، راننده تاکسی بود. وقتی اومد گفتم جواد اونجا فرمون ماشینا سمت راسته، تو مشکلی برای رانندگی نداشتی؟ گفت اتفاقا حسن فرمون سمت راست خیلی رادسته، فقط یک اشکال داشت، وقتی توف میخواستم بندازم بیرون میافتاد صورت بغل دستی. به چه فرهنگی تو داری؟ چه کاری تو میکنی؟ وای کدای و نشدم میروی، به سر و سومو نشدم میروی افسانه شدم میروی افسانه شدم میروی، نیست کسی مونیستی تنهایم، سوختم از جور و جفایت نرو. در باری که تو بود تبی تای پوش قدم، اوی نبدیل برای رای پوش قدم، هر دایگه سایو جوشه نای پوش قدم. ببینید الکی دست نزنید، من این آهنگو عمرن اگه بخونم سوتم نزن. آقا اجازه بد، یه دقیقه سوت نزن. شب شیشه بارون زده آینه رویاست، باشه پس هر پنجره تصویر تو پیداست، هست و همه خانه من شهر تماشاست، دنیای من اینجاست، این گوشه دنیاست. عزیزان اینجا باران یه بار منو که یاد من بیاد، اینو که عزیزان شما خوشتون اومد مجاز اجرا کنم یا غیر مجاز؟ ماشاءالله همه مجلس اهل دله، مجلس بیریاز دیگه. یواش عزیزان خواهش. بیا ماشاءالله چه انرژی دارید شما. دلبر شیرین تو زنی یارم. یه چک تو بگی برو بابتون قرآن بس دیگه. پول من کسی دیگه حساب میکنه، بدهی تو بهم بده. این کاغذا چیه؟ خب خیلی متشکرم. جواد اومد خونه‌شون دید خانمش نیست، انقدر ناراحت شد، دلشوره تمام وجودشو گرفت، همه جا رو گشت، بعد فهمید هنوز ازدواج نکرد. اما انسان عاشق میشی براش دست بزنی. تو چشام عشقی نمونده، تو دلم حرفی ندارم، دیگه وقت رفتن سفر دور و درازه. من از صدای گریه تو به غربت بارون رسیدم، تو چشات باغ بارون زده دیدم. تو مثل شهر کوچیک من هنوز برام
خاطر سازی هنوزم قبله معصوم نمازی قطع و بوران باد و بارون چیکه چیکه توی ناودون روز ابری روز سرما انتظار روز برفی